به نام خالق یکتا و یگانه سلام تقدیم میکنم خدمت شما بیننده های عزیز. خدا کنه که جور و صحتمند باشین. من بازم دکتر حمیدالله هاشمی متخصص داخلی عمومی بازم در خدمت شما قرار دارم. احمدی صاحب پرودوسر برنامه ماست یک سوال داشت که چند ساعت قبل یک مریض داشتیم در بخش امرجنسی که شکمش بسیار پندیده بود، پاهایش پندیده بود و ما او را تب کردیم، یعنی از شکمش هوا کشیدیم و مریض بسیار به یک حالت خراب قرار داشت و احمدی صاحب زمان که آمد او را دید گفت دکتر صاحب چی رقم مریضی به بخیر نبودیدیم، خدا نگاه کنم مرا از این حالت ایره بر ما بگو. باز من گفتم بیا خیلی خوب است گیره و کل بیننده ها بگویم تا اینکه کلگی از این باره معلومات پیدا بکنن و خدا حفظ بکنن که خدای نخواستن مصاب با یک مرض نشن. او مرض عبارت از لیور سیروزیس است یا به نام سیروز کبدی یاد میشه. سیروز کبدی به کدام حالت گفته میشه؟ قبل از اینکه من بالای سیروز کبدی صحبت بکنم، اول بیاین که درباره خود همین جگر یک صحبت بکنیم. همین جگر عضو که ما شما شاید نامش از یاد بگیریم، شاید عزیزای خدا بعض وقتا جگرم بگویم. نه همین جگر چی هست، چی رقم یک عضو از کدام کارا را میکنه که ما یک عزیز خدا هم جگر خود میگیم. پس جگر یک عضو است که 1.5 کیلوگرم یا 3 پوند وزن داره، قسمت راست بالایی بدن قرار داره و بسیار وظایف مهم و بسیار وظایف مغلق و دشوار را انجام میده. جگر یک عضو است که فعالیت‌های حیاتی را به عهده داره. اگر جگر نباشه شاید ما زنده بودن نتونیم و زنده بودن بدون جگر ناممکن است. بیشتر از صدها نوع وظیفه را جگر ایفا میکنه. اولین وظیفه جگر دیتاکسیفیکیشن است. دیتاکسیفیکیشن به کدام یک حالت گفته میشه؟ دیتاکسیفیکیشن به یک حالت گفته میشه که جگر مواد سمی یا مضری را که ما در جریان روز از طریق دواها یا غذاها گرفتیم او را خنثی میکنه. مثلا ما غذایی را گرفتیم که درش مواد سمی یا زهری وجود داره، دواهایی را خوردیم که درش مواد سمی و مضر وجود داره. اگر اوی جگر نباشه و تصفیه نمیشه انسان را از بین میبره. دیگه وظیفه را که کبد اجرا میکنه و عبارت از وظیفه تولید هست، یعنی یک فابریکه تولیدی است. برای ما چی را تولید میکنه؟ یک تعداد پروتئین ها را تولید میکنه مثل البومین. یک قسمت بدن ما خون میشه، میبینیم خون ریزی پس استات میشه. چرا استات میشه؟ این مدیون این فعالیت های کبد ماست. این فعالیت های کبد یک تعداد پروتئین ها را تولید میکنه که در تاثر یا علاقه کردن خون برای ما کمک میکنه. این عبارت از وظیفه تولیدیش است. همچنان در تولید بسیاری پروتئین های تأثیری و همچنان تولید پروتئین ها و همچنان یک تعداد ایمیونوگلوبولین ها را برای ما شما میسازه که در پروسه معافیت رول داره به نام و همچنان در کبد وجود داره به نام کاپفرسل ها یاد میشه. این وظیفهش است. دیگه وظیفهش استوریج یا ذخیره کردن است. این اگر متوجه شده باشیم ما در وقتی که روزه میگیریم شاید ساعت ها غذا نخوریم، ساعت ها غذا نمیخوریم اما انرژی بدن ما هنوز هم به مو حالتش است. این عبارت از همون مدیون فعالیت های جگر است که گلوکوز به شکل گلایکوژن ذخیره میکنه و این گلایکوژن از زمانی که ما ضرورت داشتیم دوباره به گلوکوز تبدیل میکنه و ما را از کم انرژی شدن جلوگیری میکنه. همچنان ویتامین ها را برای ما ذخیره میکنه. شاید ما در جاهای قرار بگیریم که شاید ماها نتونیم ویتامین A بگیریم، شاید ماها ویتامین دی نتونیم بگیریم، شاید ما ویتامین ای و ویتامین K نگیریم، اما جگر در خود ذخیره کرده حتی تا چند سال هم میتونیم که میتونه برای ما شما دوباره ای را استفاده بکنه. این وظیفه دیگه جگر است. وظیفه دیگه جگر عبارت از متابولیسم است. در متابولیسم کربوهیدرات رول داره، در متابولیسم پروتئین ها رول داره، متابولیسم شحمیات رول داره. همین چربی خون، چربی جگر که ما داریم در متابولیسمش همین جگر رول داره. و همچنان همین قسم فعالیت‌های دیگه عبارت از تولید صفرا است که در هضم غذا برای ما شما رول داره. این فعالیت‌های جگر است. پس سیروز کبدی که احمدی صاحب از ما پرسان کرده بود که چی رقم یک مریضی است، هر گاهی که به هر علت که باشه کبد نتونه همین فعالیت‌هایی که من ذکر کردم این را اجرا بکنه، فعالیت‌های خود به صورت درست انجام دادن نتونه و فعالیت‌های جگر مختل شود، این حالت را به نام سیروز کبدی یاد میکنن که هم فعالیت‌هایش خراب میشه و همچنان یک تعداد نادیول‌ها یا پوپونک‌ها در
خود کبد ایجاد میشه و نسج خود اصلی کبد از بین میره و نسج اسکار در مقابلش تشکیل میشه. این حالت را به نام سیروز کبدی یاد میکنن. خب احمدی صاحب پرسانم کرد که کدام علت ها است که سبب از این میشه، اسباب از این سیروز کبدی چی است که من خودم نگاه بکنم که خوبه نخواسته ما متنشم یک دفعه همون مرض ما رو نگیره. خب الحمدلله ما و شما مسلمان هستیم، نوشابه الکلی در کشورهای اسلامی استفادهش کاملا کم است و اکثر اولین علت و بزرگترین علت سیروز کبدی عبارت از نوشیدن الکل است. کسایی که الکلیک مزمن هستند، کسایی که به صورت متداوم الکل استفاده میکنن، این افراد همیشه و سیروز کبدی حتما مصاب میشه. اون چیزی را که خدای متعال برای ما شما منع کرده، گفته انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، علتش همین است که هم نقصای دیگه که داره و بس کار علمای دین ما و شماست و نقص دیگه که ماده بحث طبی است سبب سیروز کبدی میشه. دیگه علت یا اسباب سیروز کبدی چی است؟ نان الکلیک فتی لیور دیزیز است. یعنی کسایی که چاق هستن، یک فرد از نام خدا چاق است، دقیقه شام نه فعالیت فیزیکی میکنه، نه ورزش میکنه، نه مثال پرهیز میکنه، حداقل 24 ساعت قابلی پلاو هم خورده میره و کچالو هم زده میره و دیگه فعالیت هم نداره، 24 ساعت بینی خواه است، نوشابه انرژیزا هم خورده میره و این روز به روز بالاخره وقت میرسه که کبدش چربی پیدا میکنه و این چربی کبد آنقدر زیاد میشه که فعالیت های کبد از بین میبره، سبب سیروز کبد میشه. دیگه علت سیروز کبد همین هپاتیتس بی و هپاتیتس سی یا به زبان عامیانه ما و شما زردی سیاه و زردی سفید است. زردی سیاه و زردی سفید امراض هستند یا اما ویروس های هستند که شاید بسیاری افراد مبتلا شده باشند اما خبر ندارند. بسیاری کسان را دیدیم که خبر داره که زردی سیاه داره اما به تداویش هیچ توجه نمیکنن، که بگوییم میگه تا حالا هیچ گپ نشده، ان شاء الله خدا مهربان است. دقیقاً که خدا مهربان است، اما این ویروس علتی است که سبب سیروز کبد بشه. کسایی که زردی سیاه و زردی سفید دارن هر چه زودتر تداویش بکنن تا غیر از اون مصاب به سیروز کبد میشه. دیگه علت سیروز کبد میتونه که بعض امراض اتوایمون باشه، یعنی خود بدن علیه خود بدن کار میکنه، سبب میشه که حجرات کبدی از بین ببره و سبب سیروز کبدی شه. دیگه علت سیروز کبد باید یک مذاق هم بکنیم، یک تاله است. کسایی که تاله خراب چی رقم از یکان تا میگم از باباگلان خود زمین ارز برده، او بیچاره از باباگلان خود چی ارز برده، یک داد امراض ژنتیکی ارز برده که سبب سیروز کبد میشه. مثلا نیموکروماتوز است، مثلا ویلسون دیزیز، امراض هستند که به حیثیت یک داد مشکلات ژنتیکی است که میتونه از طریق ارثیت انتقال بکنه و سبب سیروز کبدی شه. آنچنان علتهای کوچک دیگه داره که علتهای بزرگش بر شما گفتم. دیگه ما شما چی بفهمیم یعنی که ما خدای نخواسته مصاب به سیروز کبدی شویم؟ در ابتدا سیروز کبدی کسایی که در مراحل ابتداییش قرار داشته باشن هیچ کدام اعراض علائم نداره، اعراض علائمش کاملا گنگ است، اما کم کم که شروع و پیشرفت میکنه این فرد اعراض علائم چی می داشته باشه؟ یک خستگی می داشته باشه، یک دردهای عضلاتی می داشته باشه، بی اشتهایی می داشته باشه، دلبدی، استفراغات می داشته باشه، کم کم زردی ها میتونن ازشان تأسس بکنن، خارش های جلدی میتونن ازشان پیدا شود. اما زمانی که بازم متوجه نشد همین امراضی که داشتی رو تداوی درست نکرد، بالاخره به یک مرحله میرسه که این به مرحله یعنی آخر سیروز کبد میرسه و این سبب میشه که اعراض بسیار عمومی، مثلا یک پوندیدگی های بسیار زیاد، اون چیز را که احمدی صاحب دیده بود او یک کامپلیکیشن یا یک اختلاط بالاخره آخری سیروز کبدی است که در شکم و نفر اوج شده بود یا اسایتس پیدا کرده بود، پاهای مریض بسیار پوندیده شده بود، یک تعداد رگ‌های بسیار کلان در قسمت‌های پایان مری به نام وریس زیاد میشه، او پیدا میشه که با کوچکترین یک تخریش میتونه که خونریزی بده و استفراغات خونی نزد مریض ایجاد شود، چون فعالیت‌های کبد خراب میشه، زردی بسیار شدید نزد مریض میتونه پیدا شود و یک جای مریض بیشتر گفتیم که یک فعالیت جگر هم است که اگر یک قسمت بدن خون میشه و دوباره استارت میکنه چون فعالیت از او خراب شده، فعالیت کبد یک جای یک نفر خون میشه ببینن که خونریزی استارت نمیشه، یا جلد از او بیچاره رو ببینن کبود است چون در خونریزی‌های تحت الجلدی نزدش پیدا شده. پس این مشکلات نزد مریض میتونه که ایجاد شود، این اعراض علائمش است. خب بهترین راهش کسایی که اول مواجه نشدن، مصاب نشدن به این اسباب را گفتیم، کوشش بکنن که از این خودداری بکنن که خدای نخواسته مصاب نشن. کسایی که الکلیسم مزمن هستن، کسایی که به همین شرابخوری و نوشیدن الکل
گرفتار هستن کوشش بکنن امیر ترک بکنن. هم خدا خوشم، بنده خوشم، خود بدنم آسوده این ترک بکنن. کسایی که چاق هستن ورزش بکنن، گفتیم اگه علت شبیه است که باید چاق، کسایی که چاق باشه پرهیز بکنن، ورزش بکنن، ان شاء الله مصاب نمیشن. کسایی که زردی سیاه و زردی سفید دارن هر چه زودتر مراجعه بکنن، تداوی بکنن، دوا اخذ بکنن، خدای نخواسته مصاب نشن. و همچنان کسایی که دیگه امراضی که گفتیم ژنتیکی است اونا میتونه که به توسط بعض دواها میشه که کنترل شوه و مصاب نشن. و یک خوشخبری که از در کتاب‌های رفرنس های سابقه گفته بود که لیور سیروز کسی را گرفت یا همو سیروز کبدی تداوی نمیشه، اما خوشبختانه حال تعریفش تغییر خورده، گفته که is a reversible disease، یعنی یک مریضی قابل برگشت است، در صورتی که میگه کاز یا علت شما چی کنین برطرف بسازید. پس کسایی که اگر مصاب هم شده، به سیروز کبد مصاب شده، اگر کوشش بکنن همین علتش پیدا بکنن، از دکتر صاحبا مراجعه بکنن، علتش پیدا بکنن، علت تداوی شوه، ان شاء الله پس دوباره کبد فعالیت خود آغاز بکنه. یک گپ دیگه که فراموش میشه در آخر براتون بگم، یک دواها همچنان میتونه که سبب سیروز کبدی باشه، خصوصا پاراستامول. پاراستامول شما مثلا نقل وارد دیگه قدم جیب ماست کمی یک جای محکمه که دردم کرد استفاده کردن میره. و همچنان دواهای یونانی، خصوصا کسایی که مسلکی نیستن، ما به دواهای یونانی کسایی که مسلکی هستن اونا میفهمن و اونا احترام داریم، خوب است که استفاده میکنن، اونا کار خودشان است. اما کسایی که هیچ از دوا معلومات ندارن به نام دکتر یونانی نشستن، دواهای حق اونا به هر کس توصیه میکنن و ما صدها مریض خودم دیدیم و خودم تداوی کردیم که با دواهای یونانی سبب سیروز کبدی شده و فرد مصاب و عدم کفایه جگر ساخته و جگر از بیچاره از بین برده. پس شما کوشش بکنین به خاطر از اینکه شما مصاب نشین، اول همون چیزایی که براتون گفتم اونا رو مراعات بکنین. اگر مصاب باشین هر چه زودتر پیش دکتر صاحب مراجعه بکنین که مرض قابل تداوی است، قابل است که از پیشرفت جلوگیری شود و شما خدای نخواسته مشکلات سر نخورین. تشکر از اینکه شما توجه کردین. به خاطر ثواب شما این ویدیو را با هموطنان عزیز مشترک بسازین تا اینکه کسایی که مصاب نیستن مصاب نشن، کسایی که مصاب هستن عاجل و تداویش اقدام بکنن تا اینکه از این مرض مهلک که احمدی صاحب ازش ترسیده بود از او خودداری بکنن. تشکر.